در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. دولت اسرائیل در تاریخ 14 می 1948 برابر با 24 ثور 1327 رسما اعلام موجودیت نمود. اما خود مشخصا این جنگ چکدام پیامدها داره؟ اگر لحاظ نظری اول ببینیم، اولین پیامدی که داره فروپاشی عملی نظم حقوق بین الملل است که بعد از جنگ جهانی دوم مثل یک گاو شیری همیشه بر از اینا باج میدادن. ببینین که فوق العاده ضرر کرده. در وقت جهان قطبی بود که یک طرفش امریکایی‌ها و یک طرفش روس‌ها. تقریبا همین نظم نوین جهانی با ایجاد سازمان ملل. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. دولت اسرائیل در تاریخ 14 می 1948 برابر با 24 ثور 1327 رسما اعلام موجودیت نمود. این اقدام یک روز پیش از پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین و پس از تصویب قطعنامه 181 سازمان ملل در نوامبر 1947 برای تقسیم فلسطین صورت گرفت. دیوید بن-گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل، استقلال این کشور را اعلام کرد. از زمان تأسیس اسرائیل 77 سال می‌گذرد. در این مدت اسرائیل با همسایگانش دایم در جنگ و نزاع بوده و تاکنون غیر از تجاوز و ظلم دائمی بر فلسطینیان و لبنان همیشه مصروف ترور شخصیت‌ها در کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای اسلامی بوده است و در این مدت 11 جنگ متجاوزانه را بر مسلمانان تحمیل نموده است و در هر 7 سال یک جنگ خونین مثل جنگ و تجاوز فعلیش به ایران راه انداخته است. اما این بار نسل کشی در غزه که روایت رسمی آن 70,000 انسان ذکر می شود، اما کسانی که تجربه تلخ بمباران را دارند می دانند که آمار حقیقی تلفات همیشه بیشتر از آمار رسمی است. این کشتار باعث تظاهرات میلیونی در سراسر جهان من جمله امریکا شد، اما دولت‌های اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران و حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان لب از لب نگشودند. این بی‌تفاوتی باعث شد که اسرائیل با زور امریکا تمام مقررات و مصوبات سازمان ملل را زیر پا بگذارد و جهان و جهانیان مخصوصاً مسلمانان را مسخره نمایند. اما مقاومت ملت با فرهنگ و عاقبت اندیش ایران و نظم دولتشان مانع محقق شدن رؤیای اسرائیل بزرگ شد. امروز 16 ثور است و 6 می 2026 میلادی. در خدمت جمع از صاحب نظران و دانشمندان هستیم تا در پیرامون این تجاوز و زیر پا گذاشتن مقررات ملل متحد از طرف آمریکا و اسرائیل صحبت نماییم. نوبت اول مسپاریم به اجازه همه بزرگوارا به جناب عاطف صاحب. عاطف صاحب سابقه دیپلماتیک داره و تحصیل کرده حقوق است. مایک در خدمت شماست، بفرمایید. جناب محسنی صاحب، سلام خدمت شما حاضرین محترم در بحث و مخاطبای بسیار محترم رادیو کتاب و با تشکر که وقت به ما سپردین. امیدوار هستیم بتونیم چیزکای در این مورد بگوییم. بهتر است ببینیم پیامدهای همی حمله یا همی به اصطلاح تجاوز چی است. بیاین امروز ببینیم همی جنگ چی پیامدها داره، یا در دراز مدت، کوتاه مدت، از نظر نظری و از نظر عملی. چی ما همی لحظه میبینیم پیامدهایش از کدام جهات میبینیم و در دراز مدت چی پیامدهای دیگه خواهد داشت. اما قبل از او به عنوان یک پیشگفتار بسیار کوتاه میخوایم بگوییم همه جنگ‌ها یک پیامد مشترک دارن. هر جنگ به هر عنوان، به هر
در هر جای، در هر نقطه از کره زمین که باشه یک پیامد مشترک داره، او ویرانی است. جنگ پیامدش ویرانی است. چی ویرانی اجتماعی که امو قتل و غارت و کشته شدن و زخمی شدن و مجروح شدن و معلول شدن و بیوه شدن و یتیم شدن است. چی پیامد، چی ویرانی اقتصادی، فقط ویرانی است. این پیامد مشترک همه جنگ است. اما خود مشخصا این جنگ کدام پیامد داره؟ اگر لحاظ نظری اول ببینیم، اولین پیامدی که داره فروپاشی عملی نظم حقوق بین الملل است. یعنی در مجموع نظم حقوق بین الملل با همی هم نه تنها با این نقش برازنده تر داره، ولی عملات دیگه هم انجام گرفته، مثلا حمله به اوکراین، مثلا مسائلی که در عراق واقع شد، در افغانستان واقع شد، اینا همش یک مسئله را به ما نمایان می‌سازه و این که نظم حقوق بین الملل داره از هم میپاشه و کشورها میرن به طرف قدرت سخت، میرن به طرف توسل به زور و خود ماده 51 که منشور ملل متحد که عدم توسل به زور است یا عدم توسل، اصل معنی توسل به زور منشور ملل متحد داره کم کم ضعیف میشه و از بین میره و از هم میپاشه. اما قبل از او که بریم بعد دیگه بخشش یک کمکی کوتاه اجازه باشه، میخوایم در رابطه با حقوق بین الملل هم یک دو کلمه صحبت بکنیم تا از حال مخاطبای ما روشن باشه شود این مورد. خود حقوق بین الملل که مترادفش حقوق بین الدول هم است، ولی بیشتر و درست‌ترش حقوق بین الملل است، به خاطر از اینکه حقوق بین الملل به دو بخش تقسیم میشه، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی. اگر ببریمش به حقوق بین الدول بنان تنها مسئله دول در بر میگیره و مسئله حقوق بین الملل خصوصی از این بیرون میمونه. معلوم دار از حقوق بین الملل خصوصی روابط میان افراد حقیقی و حقوقی را تامین میکنه به شکل انفرادیش در سطح بین المللی. مثلا در حقوق بین الملل ما یک مثال بسیار ساده میدیم، مثلا کوتاه از گذرات میگذاریم. اگر یک فرد از کشور A با یک شخص دیگه از کشور B ازدواج میکنه و در کشور C خانه از اینا فرزند به دنیا میارن، اگر اختلاف میانشون پیدا میشه، اینمی اختلاف در کجا و کدام محکمه بررسی بکنه، همین حقوق بین الملل خصوصی است. و یا اشخاص حقوقی یا حکومی که شرکت ها دیگه پاسن، اگرچه که معمولا شرکت ها وقتی که قراردادهای خود امضا میکنن، در قراردادها مسائل اختلافی خود درج میکنن و میگن که اگر اختلاف به میان آمد کجا باید بررسی شود. اگر نشده بود بازم برمیگردیم مثلا به حقوق بین الملل خصوصی و ایرا تعیین میکنه که کی و در کجا باید این مسئله بررسی شود. ولی حقوق بین الملل عمومی یک همچون چیزی نیست. حقوق بین الملل عمومی روابط میان دولت ها و بازیگرای کلان بین المللی تنظیم میکنه. تفاوتی که بین حقوق بین الملل عمومی خصوصی است اما ضمانت اجراییش. حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجراییش خیلی ضعیف است و برمیگرده به اراده دولت ها، مخصوصا قدرت های کلان. اگر خواسته باشن ضمانت اجرایی داره و اگر نخواسته باشن نداره. ولی حقوق بین الملل خصوصی یک همچون چیزی نیست و ضمانت اجراییش قوی تر است، چون محاکم ملی یا محلی انوالو است و داخل است اونا بررسی میکنن. حقوق بین الملل عمومی یک مسئله بوده که از امروز نیست، از دیروز نیست. مثلا این از دوران باستان وجود داشته. کشورهای مثلا ایران و بحرالنهرین و ایگپا بین خود معاهدات و حقوق قواعد و گپای داشتن برای تنظیم امور بین خودشان. و یا مثلا بعدن، ولی به عنوان یک مفهوم مدرن بعد از سال وستفالی این مسئله طرح شده، مسئله حقوق بین الملل عمومی که مو سال اگه من اشتباه نکنم فراموش نشده باشم 1648 سال وستفالی به عنوان مفهوم مدرن حقوق بین الملل مطرح میشه. و اینجاست که کشورهای اروپایی برای مسئله دولت ها شکل میگیره، حاکمیت دولت ها شکل میگیره، عدم مداخله در امور یکی دیگه شکل میگیره و همینجاست که اینمی بنیاد حقوق بین الملل عمومی تلقی میکنن یا به حساب میارن یا شمار میکنن. قابل ذکر است که بعد از سال وستفالی حقوق بین الملل عمومی که ما ازش نام میبریم یا ذکر میکنیم فقط محدود است به اروپا. کشورهای اروپایی خودشان متمدن تر هم احساس میکنن، ولی بعداً در قرن 19 حقوق بین الملل عمومی را مثلا جهانی اعلان میکنن. اما این حقوق بین الملل عمومی در قرن 19 وقت جهانی اعلان میشه برای توجیه استعمار است و بعدش برمیگردیم مسائل حقوق بین الملل عمومی بیشتر و بیشتر و بیشتر انکشاف میکنه. جنگ اول جهانی میشه. بعد جنگ اول جهانی جامعه ملل با این که قصدش این بوده که یعنی قصد از طرح جامعه ملل جلوگیری از جنگ بوده، اما شکست میخوره. ولی بعد از جنگ دوم جهانی میبینیم که حقوق بین الملل عمومی بیشتر پویا میشه و شامل منشور سازمان ملل متحد میشه. مسائل دیگه هم در پهلوش اضافه میشه، حقوق بشر و منافع حقوق اساسی و منشورهای ملل متحد است که منشورهای بسیار کلان مبارزه با علیه آپارتاید، مثلا منع استفاده از سلاح کشتار جمعی، اینا همشون
مسائل حقوق بین المللی است. این به عنوان یک مقدمه گویا گفتم به خاطر از اینکه برگردیم ببینیم چرا و به کدام دلیل آنچه به عنوان مقررات حقوق بین المللی مطرح است زیاد عملی نمیشه یا ضمانت اجرایی نداره. وقتی شما به ساختار سازمان ملل متحد نگاه بکنیم یا نگاهی داشته باشیم ببینیم که وقتی هر قضیه هر مسئله میره حتی به محکمه دادگستری یا مثلا محکمه دیگه یا مثلا به اسامبله عمومی به اینا وقتی که میره تحت بررسی قرار میگیره برای از اینکه این مسئله حالت اجرایی به خودش بگیره باید به شورای امنیت ارجاع شود. شورای امنیت من حیث ارگان اجرایی نقش بازی میکنه، ولی ما میبینیم که ساختار شورای امنیت قسمی هست که خودش باعث تضعیف همین مسئله میشه، چون اونجا کشورهای هستن دارای حق ویتو و این مسئله خود داشتن حق ویتو تطبیق و الزام آوری همین حقوق بین المللی را ضعیف میسازه. و خب این ما میفهمیم مثلا وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرده بود یا تجاوز کرده بود دیدیم که هر وقت که مسئله افغانستان به شورای امنیت و یا به محاکم یا به اسامبله عمومی میرفت از طرف روسیه ویتو میشد. یا مثلا در جنگ ویتنام همونطور بود، امروز هم همونطور است. اوکراین هم هر وقتی که قضایای اوکراین بره که برای قطعنامه صادر شده که از طرف روسیه ویتو میشه. بنابراین خود امی ساختار سازمان ملل متحد خودش نشان میده که حقوق بین المللی هم بی‌طرف نبوده در اکثر مواقع و از نمیتونیم بگوییم که امی قسم طرح شده، ولی از بعد به تاسیس طور استفاده شده که در خدمت قدرت باشه و همونطور هم است. و میبینیم که امروز با این که ما منشور ملل متحد داریم، مثلا عدم توسل به زور داریم دفاع مشروع داریم، این داریم، ولی هیچ کدامش اجرایی نیست و امروز بدون موجب کشورها به یکی دیگه‌شون حمله میکنن، به یکی دیگه‌شون تجاوز میکنن. یک چیزی که میخوایم فراموش نشده باید بگویم این است که اگر ما فکر کنیم که حقوق بین الملل عمومی و یا سازمان‌های موجود بین المللی عامل بازدارنده جنگ است، اشتباه میکنیم. فقط امروزه عامل بازدارنده جنگ‌های کلان مثل جنگ اول دوم جهانی سلاح هسته‌ای است و یکی از پیامدهای این جنگ، این حمله، این تجاوز این است که کشورها را برای کشورها احساس خطر دست داده و کشورها احساس میکنن که اگر سلاح‌های بازدارنده که اون سلاح هسته‌ای باشه نداشته باشیم شاید هدف دومی و هدف بعدی ما باشیم و این علاقمندی کشورها را برای ازی که برای داشتن سلاح بازدارنده علاقمندی رو بیشتر میسازه. این هم یکی از پیامدهای بسیار بسیار خطرناکی این حمله، چون همگی احساس میکنن که شاید فردا ما مورد حمله قرار بگیریم. پیامد دیگه از این مثلا خود همین بی‌ثباتی شدید از در منطقه خاورمیانه است. شما ببینید بعد از 6 دهه مثلا بیشتر از 6 دهه پیمان اوپک تقریبا داره از هم میپاشه، اگر از هم نمیپاشه حداقل اعضای یکی از مهمترین عضو خود از دست داد که امارات متحده عربی. البته این مسئله قضیه دیگه داره، قضیه هم اقتصادی و هم سیاسی داره که برنامه فکر نمیکنم از حوصله‌اش شاید خارج باشه. اگر قرار باشه یک برنامه دیگه برای باید داشته باشیم، ولی میبینیم که یک همچین چیز داره با حقوق میپیوند. جنگای چند جانبه را شاید ایجاد بکنه این مسئله. ما دیدیم که در دو روز گذشته امارات متحده مورد حملات راکتی و پهپادی و قباق قرار گرفته، اگرچه که خبرگزاری‌های ایرانی را رد کردن که یعنی ما از جانب ایران نبوده، اما گمان اغلب همی است که از طرف ایران هم صورت گرفته. یک پیامد اساسی دیگه که داره شوک اقتصادی جهانیه. ما دیدیم که اختلال صادرات نفت خلیج فارس یا مسدود شدن تنگه هرمز چی بلایی سر اقتصاد جهانی آورده. نفت امروز میبینیم اولا خود تانکای تیل متوجه هستیم که نفت قیمتش به کجا رسیده، ولی ایره شما برگردین به این که وقتی قیمت نفت بالا میره بعض اقلام تجارتی است که مثلا تاثیراتشون غیر مستقیم است بر اقتصاد، ولی نفت تاثیر مستقیم داره چون انرژیه. اما تکنولوژیایی که ما در دنیا داریم به انرژی وابسته است، به انرژیش هم نفت است اکثرا استفاده. اگر تولید برق هم است در قدم‌های اول به نفت نیاز دارین شما، یا مثلا تکنولوژی دیگه از مخصوصا در این روزا ما متوجه شدیم صنعت هوانوردی خیلی ضربه دیده از مثلا یک شرکت هوایی آمریکایی به نام اسپریت اگر ما اشتباه نکنم ورشکست شد، فقط به دلیل همی که قیمت نفت بسیار بالا رفته نتونست دیگه تاب بیاره و از هم پاشید. یا از لحاظ نظری و از دراز مدت است،
ولی پیامدهای دیگه که داره برای کشورهای مشخص مختلف. پیامدهای عملیش ما فعلا با چشم سر می‌بینیم. مثلا در امریکا نارضایتی‌های سیاسی، حتما دوستان تعقیب کردن وزیر دفاع ایالات متحده در کنگره برای مجوز جنگ و مجوز بودجه بیشتر برای جنگ رفته بود. ولی اما که دیدیم نه تنها دموکرات ها بلکه حتی جمهوری خواهان مخالف این جنگ هستند. این جنگ یک جنگ نامناسب میدانند. این جنگ اصلا مفید نمیدانند برای حالت امریکا، اصلا لازمی نمیدانند و کم کم میبینیم. حتی امروز من یک خبر دیدم همسر وزیر دفاع آمریکا از یک محل میگذره، یک تعداد زیاد از خانم‌ها به اصطلاح ما هو میکنن که از همسر طلاق بگی، همسر یک جنایتکار جنگی است، مثلا فالا به قتل رسانده. اینا همش پیامدهای همین جنگ است که در امریکا با اتفاق میفته. امریکا این یک خساره کلان هم داره. مثلا خود وزیر دفاع امریکا مصارف این جنگ و خساره این جنگ 25 میلیارد دلار معرفی کرد، ولی او تو نیست. ولی نماینده دموکرات ها وقتی که ازش پرسان کرد، سوال کرد، من او را تعقیب کردم، دقیقاً شنیدم، گفت شما این مصارف که میگین، این مصارف راکت های پاتریود و من نمیفهم سلاحایش که شما استفاده کردین و مثلا پرسنلی که استفاده شده، ولی این خساراتی که به پایگاه های نظامی ما وارد شده، این خساراتی که به کشتی های جنگی ما وارد شده، اینا را شاید از تریلیون بالاتر باشه. خب یک ضربه کلان اقتصادی برای امریکا هم پیامد جنگ است. همچنان برای اقتصاد اسرائیل یک همچون قضایای رخ داده، جز از پیامدش است. کشورهای منطقه در مجموع خاورمیانه، کشورهای عربی نفت صادر کردن و همچنان با اثر اصابت راکتایی که از ایران مثلا پرتاب شده، اینا هم خسارات بسیار بسیار کلانی را. وقتی که شما دوباره بخواین اینا را احیا بکنین، پول مصرف میشه. وقتی که پول مصرف شد، خب فشار از بر اقتصاد. اما کلانترین ضربه اقتصادی یا کلانترین شوک اقتصادی را که متحمل شده، با این که مثلا ایرانی‌ها فکر میکنن یا ما فکر میکنیم ایرانی‌ها پیروز هستن، ولی پیروزی با چی بها؟ پر روز دیدم خبرش، خود دولت ایران اعلان کرد که خساره که جنگ به ما وارد کرد 270 میلیارد دلار است بر زیر ساختای ما. ولی این همون خساره است که با چشم، یعنی میگن یا گفته شده یا با چشم دیده شده، ولی خسارات بیشتر از این وارد شده. از لحاظ عسکری، از لحاظ انسانی، مثلا بیشترین قربانی های جنگ از لحاظ انسانی ایران و امروزه از لحاظ اقتصادی هم خیلی تحت فشار قرار داره. به نهایت در خب اینترنت قطع است، هیچ کسی نمیفهمه در داخل ایران از لحاظ اقتصادی چه خبر است، ولی خب ما میفهمیم که تحریم ها هست، شاید مردم به مسائل اولیه خودم رسیدگی کردن تا که غذا باشه. اما از این پیامدها، اما از این مسائل دست به هم میته. یک چیز فراموش نشه، برای ایرانی ها یک مسئله در کوتاه مدت حداقل یک پیامد مثبت در کوتاه مدت داشت، انسجام دوباره از این مردم بود. اینا یک اتحاد به وجود آمده، چون معمولا ایرانی ها فکر میکردن پس اگر ما اعتراض بکنیم کشورهای اروپایی و امریکایی به کمک ما میان، ولی حالا فهمیدن که نه، اینا عاشق چشم ابرو از اینا نیستن و اینا برای منافع خودشون میان و وقتی که منافعشون تقریبا تامین شده میرن به مذاکره و با امی دولت کنونی مذاکره میکنن. دولت هم پابرجاست، دولت هم قوتمند است. اگر سیاسیون ایرانی این مسئله را مقتنم بشمارن و از مسائل استبدادی که قبلا داشتن، از فشار و تعدی که به مردم خود وارد کرده بودن یا داشتن، از او صرف نظر بکنن، این اتحاد پابرجا میمونه و کشورشان شاید قوی تر از این شود. به همه حالش به عنوان یک کلام آخری یا جملات آخری را میخوایم بگوییم که اگرچه که حکومتی که در ایران است حکومت استبدادی است، حق آزادی مردمش سلب کرده، مثلا مشکلات عدیده را در کشور پدید آورده. اگر شما مقایسه بکنید 50 سال قبل امارات متحده را با 50 سال قبل ایران، شما این مسئله را میفهمین که چقدر در کشور کار صورت نگرفته. مثلا همین استبدادی که در بوده چقدر باعث عقب‌مانی از او کشور. عقب‌مانی وقتی که ما میگیم فقط صلاح نیست که ما را پیشرفته جلوه بده، بسیار خبرهای دیگه است که شما مثلا اگر مقایسه بکنین کشورهای همجوار ایران با خود ایران، میفهمین که ایران مثلا 50 سال قبل و امروز اگر در یک توازن یعنی امو انکشاف و انکشاف میکردن یا ترقی میکردن، شاید ایران امروز به سطح کشورهای اروپایی از او بالاتر باید می بود. متاسفانه که یک چیزی نشده.
و امروز امارات متحده رو ببینین قابل مقایسه نیست با ایران، در حالی که 50 سال قبلش ببینین. ولی بازم میگم اگر سیاسیون ایران بتانن از این موقع استفاده بکنن و یک رویکرد جدید در سیاست داخلی خود داشته باشن، مردم دوباره شاید به گردشان جمع شوند و یک کشور قوی تر از امروز هم داشته باشن. من مطمئن هستم دوستان همکاری میکنن، شاید سوالای بکنن یا مثلا نظریات خود بتن. بران ما فکر میکنم زیاد صحبت هم کردم، صحبت های خود خاتمه میتونم. بسیار تشکر. تشکر از شما. تا دوستا سوالای خود آماده میکنه. چند سوال ما دارم. قوانین سازمان ملل خیلی ناکارا شده. به نظر شما آیا تاریخ انقضای ملل متحد کم کم فرا میرسه؟ موسنی در یک اشاره کردم که قواعد معمولا قواعد بین الملل عمومی الزام آور نبوده از اول، برمیگرده به حاکمیت حاکمیت دولت، به قدرت برمیگرده. یک مسئله. دومی که اگر ما موجودیت ملل متحد به عنوان یک سمبل پذیرفته باشیم که یک سمبل هم بوده از اول، خب از اول دیگه تاریخ انقضا داشته، منقضی بوده. ما روی یک قطعه که تاریخ انقضای خود وقت داشته حساب میکنیم. یعنی این رو برای شما اینطور خلاصه بگیم که یک چیزی که ما فکر میکنیم که البته در از آن کشورهای شرقی ملل متحد به او بزرگی جلوه میتن، او یک چیزی نیست. مخصوصا خود حق ویتو نشان میده که سازمان ملل متحد یک بازیچه از دست چند کشور محدود، 5 عضو دائمی. البته نظر شخصی است. بسیار خوب. گفتن فلانی شرکت ورشکست شده. آیا قوانین ملل متحد در این مورد گپی داره؟ چون این دفعه در این جنگ واضح بود که تجاوزکار اسرائیل و امریکا بود، دو کشور زورمند. آیا اینا ملزم میشه در آخر که تاوان شرکت های خود بتن یا نه؟ معمولا تاوان شرکت اگر مربوط به یک کشور مشخص معین باشه، خود او کشورها قواعد داخلیشان در این مورد صلاحیت تصمیم گیری داره. سازمان ملل متحد در این مورد یعنی نه تصمیم میگیره و نه حق تصمیم گیری داره. ولی آنچه که هست، اگر مسئله غرامات است، میگن که مثلا تصویب میکنه که یک کشور به کشور دیگه غرامات شود، در صورتی که متجاوز باشه غرامات بپردازه. ولی در چندین مسئله که مثلا در مسئله نیکاراگوا این مسئله تصویب شده از طرف سازمان متحد، ولی یکی از کشورها مثلا امریکا بود که غرامات صادر نپرداخت. بازم میگم قدرت زور حرف اول میزنه. نتونه امروز از روزهای اول به حضور آمدن ملت‌ها و کشورها و حکومت‌ها زور حرف اول میزنه. احمدی صاحب مایک در خدمت شماست. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای شرکت کننده در رادیو کتاب، بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حملات امریکا و اسرائیل در ایران حملات غیر انسانی بود و هست و براستی که امریکا که شیطان بزرگ هست، از وقتی که قدرت پیدا کرده هیچ وقت من شخص خودم کدام برنامه هایش چی در کشورهای اسلامی چی در کشورهای غیر اسلامی کدام کارهای مثبت از ایشان دیده نشده. همچنان اسرائیل که تاریخش شما گفتین که بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد، یک روز خواب آرام برای همسایه ها و برای جهان نگذاشت. کشور آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم مثل یک گاو شیری همیشه بر از اینا باج میدادن، ببینین که فوق العاده ضرر کرده. چون همیشه اسرائیل خانه های را در لبنان، در فلسطین اینا خراب میکند و بعد مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای اسلامی و غیر کشورها باید دوباره برای ساختن از او پول بتن. یعنی در دنیا هیچ کس روی آرامش از مردم از دولت‌های اسرائیل نداشتن. تازه دیروز که از پروفسورها و دانشمندان خود یهودی که میگه من قبلا از به عنوان یک صهیونیست داخل اسرائیل شدم، یک طرح داریم که طرح 2 ملیتی رو دیدین که وقتی که انجام شد
خود اسرائیلی‌های افراطی همون نماینده اسرائیل کشت و نگذاشت که یک کشور به اصطلاح اسرائیل و کشور فلسطین ایجاد شد. ایشان میگفتن که مثل نظام فدرالی که در برای آینده افغانستان بسیار مطرح میکنه، یگانه راه حل شاید نظام فدرالی در اونجا باشه که درش قوانین باشه، هر کسی که چی مسلمان چی غیر مسلمان در اونجا زندگی میکنه حق رای دادن باشه و شبیه به می کشورهایی که مثلا در آلمان، سوئیس، امریکا و اینا هست. منتها یکی از مسائل عمدام که هست در مسائل از که امریکا خودش به عنوان شیطان بزرگ معنای واقعی را داره که حتی خوش است که اگر مثلا نفت اوپک، نفت کشورهای اسلامی و اینا به اکثر جایها نرسید، تمام نفت و گاز و امکاناتی که از آلاسکا اینا به اصطلاح دارن به قیمت گزاف سر چین و ژاپن و مثلا کره جنوبی و امثال از این مفروشه و همین رقم هم در مسئله که اروپا را مثلا در جنگ اوکراین همطور مصروف ساختن، گاز و نفت روسیه که در تمام کشورهای اروپایی می آمد آنقدر ارزان بود، ولی حال مثلا گذاشته می جنگ که خود اروپایی بر علیه روسیه انجام بدن و روسیه را هم در اونجا مصروف بسازه. از این طرف به اکثر کشورهای اروپایی به اصطلاح به قیمت بسیار گزافش همون نفت خود مثلا که در امریکا از نفت و گاز و سایر چیزها را. تشکر احمدی صاحب. گفتیم که آلمان برای امریکا باج دادن؟ همین دولت‌های مختلف آلمان مثل یک گاو شیری همیشه وقتی که اسرائیل خرابی میکرد در جهان و بخصوص کشورهای عربی، اونا رو بیچاره را، این غزه بهترین نمونهش است، دوباره که پس آباد می ساختن، من جمله آلمان شاید هم بسیار از کشورهای دیگه جهان، چی در اروپا چی در سایر کشورها، اینا برای آباد کردنشان پول می دادن. ابراهیمی صاحب بفرمایید. سلام مجدد خدمت همه عزیزان. یک تفسیریه که کوتاه خواستم داشته باشم. البته بعد از جنگ دوم جهانی که جهان به نظم جدید در آمد که در وقت جهان دو قطبی بود که یک طرفش آمریکایی‌ها و یک طرفش روس‌ها، تقریبا همین نظم نوین جهانی با ایجاد سازمان ملل توانست که توازن قوا را بین کشورها تا جایی را مدیریت بکنه، یعنی جنگا یا برخوردها به شکل وحشیانه و بیرحمانه نباشه. متاسفانه بعد از 1991 بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جهان یک قطب شد. در جهان یک قطبی تلاش همی بود و علاقه غربگراها همی بود که دیگه امروز جهان میره به طرف تعالی و ترقی و دیگه ما شاهد تجاوزات و پیشروی‌ها و یا بلوک سوسیالیسم در جهان نه و این امیدواری دیر دوام نکرد. بعد از 1991 آمریکایی‌ها با شعار دموکراسی و حقوق بشر جامعه مدنی عین نمو شیوه که روسا داشت با سوسیالیسم و عذاب برادر و کمک به خلقها، اینا با این شعار آمدن وارد بازی شدن که یک تعداد کشورها همسو با اینا شدن یا در یک نظم اینا در نظر داشتن آمدن جهان بخصوص کشورهای اروپایی. اما متاسفانه که تکراریا و قدرت طلبیا آمریکایا مسئله را به جای رساند که بعد از 2001 تجاوز در افغانستان یا حضور آمریکایا با ناتو در افغانستان، 2003 حمله بالای عراق و جنگ هایی که در منطقه در گرفت، بالاخره وضعیت از این حالتی که ما یک چیز خوشبینی داشتیم متاسفانه ما را برد به طرف وضعیت حالتی که امروز ما و شما شاهدش هست. به خصوص بعد از 7 اکتبر و بعد از حمله اسرائیلیا بالای غزه این نشان داد که دیگه حقوق بشر، جامعه مدنی
نسل کشی اینا در نزد کشورهای قدرتمند و خصوص کشورهایی که امروز اداره جهان در اختیارشان است از بین برد. دیگر برای ارزش‌ها کس پابند نیست و پابند نمیخواد ماند در که این گونه کاری که جلوگیری بتانه از نسل کشی، از طفل کشی، از کودک کشی، از تجاوز فقط در حد باز قطعنامه‌ای که از طرف سازمان ملل صادر میشه. گپی که دوستا گفتن در اونجا 5 کشور عقیبی طور داره که در گاهینا نخواستن هیچ فایده و قانون عملی نمید. و چیزی که امروز زنده است برای ما ایست که ولی جهان متمدنه که بیشتر اروپایی‌ها از این نعمت‌های خدا، از این نعمت‌ها برخوردار بودن، متاسفانه اینا نتوانستن به عنوان کشورهای مترقی دموکرات آزادی‌خواه در صف مظلومین یا و صف کسایی که بالاش تجاوز صورت گرفته نسل کشی اونجا برآورده کمکی بکنه که در بسیاری موارد ما و شما شاهد هستیم که حتی مترقی‌ترین کشورها از عملات اسرائیل علیه غزه استقبال کردن، کمک کردن، سلاح و مهمات. بنابراین فکر میکنم که دیگه با این نظمی که از بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمده ما نتوانیم که جهان کنترل بکنیم. یعنی جهان عملا از کنترل خارج شدن. هر کس زور داشت، هر کس قدرت داشت، او بر جهان حاکم میشه. فعلا مثل که ما در جهان زور حاکم است، نه منطق، نه قانون، نه اصول و برنامه‌ای را که ما شما در سازمان ملل با کنوانسیون‌ها، با قطعنامه‌ها، با پروتکل‌ها و با قراردادهایی که کشورها امضا کردند. بنابراین گپ اصلی یا سوال اصلی ما از آقای عاطف است که ببینید امروز در جهانی که ما قرار داریم ما از 3 گزینه بیشتر نداریم. یا در برابر زور تسلیم شویم، هر کاری که اونها هست، مثل کشورهایی که ما شما شاهدش هستیم، کشورهای عربی و کشورهای دیگر هم که این کشورها هر چی که دلش خواست مالش برد، حالش برد، نفتش برد، گازش برد، هر چیز که در اختیارش بخواین قرار بگیرن. اما جنگ اوکراین هم که یکی از زمینهای جنگ ستم در منطقه و در جهان بوده که او هم نباید فراموش شود. گپ دوم است که این کشورها مقاومت باید بود. من برای گزینه سوم چیزی ندارم. اگر قرار باشد که در برابر هر زور و تسلیمی لازم باشه که ما به رفاه تصنعی برسیم یا در رفاهی که با زور اقرا بالای ما میره، دیگه در جهان مبارزه علیه استبداد، علیه ظلم معنا پیدا نمیکنه. چی در چپ مبارزین ما دیگه نه چیگوارا باید ازش نام برده شود، نه کاسترو، نه لنین، نه استالین و نه ماو. و در مسلمانان دیگه که اگر ما بیایم که مقاومت در برابر تجاوز ظلم معنا نداره. دیگه قیام‌هایی که در تاریخ صورت گرفته به خصوص قیام امام حسین دیگه معنا پیدا نمیکنه. واضح بود که در برابر یک لشکری چند هزار نفری 100 200 300 نفر قطعات نمیده شکست میده. بنابراین راه سومی اگر وجود داشته باشه جناب عاقب صاحب میشه که در رابطه تفسیرات داشته باشه ما گوش میکنم. من بیشتر از این نیافتم راستی. البته سطح مطالعات و تحقیقات ما کمتر است، شاید راه ها و گپایی باشه که ما در جریان نباشیم یا وبلاگ. تشکر ابراهیمی صاحب. عاطف صاحب مهربانی. بسیار تشکر صاحب از معلومات بسیار جامعی که ارائه کردین. اتفاقا یکی از پیامدهایی که جنگ داشت امی بود که یک تفاهم جدید میان کشورهای اسلامی به میان بیاره. تقریبا یک اتحاد حداقل نه زیاد نه بسیار علنی مثل گذشته ها، ولی حداقل یک اتحاد جدید را به میان بیاره. ولی یک مشکل اساسی وجود داره. 2 تا بحث داریم. یکی بحث های اعتقادی داریم، مسائل اعتقادیش جداست. یکی بحث های مثلا احمد تو بود یا محمود تو بود. یکی بحث های سیاسی است. این جنگ این قضیه را به مسائل مذهبی به مسائل اعتقادی ربط دادن. یک برنامه دیگه هم بود، من این مسئله را گفتم که جنگ از اول با انسان ها بوده، ولی وقتی که ادیان پیدا میشن به میان میان ایره به خاطر توجیه از این جنگ ها اینا رنگ مذهبی میدن. جنگ اصلا همون جنگ سیاسی است، جنگ های مسائل اقتصادی است.
این جنگ هم این گپ است. ولی یک چیزی که در خاورمیانه از اتحاد امی کشورهای مسلمان، اکثر کشورهایی که در خاورمیانه تشریف دارن یا هستن مسلمان هستن، ولی یکی از عواملی که از اتحاد از اینا جلوگیری میکنه ترس از ایران است. تو فکر نکنیم که آل جمهوری اسلامی ایران است، کشورهای خاورمیانه از جمهوری اسلامی به عنوان از که مثلا حکومت التشیع است میترسن. نه، هر کشوری که در هر حکومتی که در ایران باشه سیاستش اقتضا میکنه تفوق طلبی و تسلط در منطقه، و این مسئله از 100% باعث میشه که کشورهای مثلا امروز و اگر مطمئنن دوستا شنیدن امریکا در حدود 9 میلیارد دلار اسلحه جدید بر کشورهای خاورمیانه به فروش رساند که از اون بیشترین خریدارایش عربستان سعودی، امارات متحده، عمان و یک مقدارش هم خود اسرائیل بود. و معمولا از سلاحی هم که فروخت راکتای پاتریوت بود که راگیری بکنه پهپادها و راکتای ایرانی را. ببینین یک ترسی همینجا وجود داره، اگر نه رای که شما گفتین دقیق است، رای اصلی همون اتحاد است. یگانه چیزی که میتونه جلو یکتازیای امروزی رو بگیره اتحاد کشورهای، حداقل کشورهای مسلمان است، یا حداقل ما میتونیم بگیم کشورهای منطقه است که بتونن جلو یکتازی رو بگیرن. ولی یک چیز دیگر اگر در این جنگ ما صحبت‌های اول فراموش میشد بگیم، یک پیامد دیگه بین‌المللی هم داره. ما دیدیم که ناتو داره ضعیف میشه. یک دوم، خود امریکا و سیاست‌های امریکا، کشورهایی که قبلا حمایتگرای خود از دست داده، کشورهای قبلی حمایتگرای غربی خود داره از دست میده. ما دیدیم مثلا کشورهای اروپایی هیچ کدامش همکاری نکردن، کشورهای عضو ناتو حتی همکاری نکردن. خودش یک مسئله است که نشان میده امی عقب نشینی که امروز امریکا انجام داده جای دیگه راه گپ نداره. مثلا به این معنی نیست هنوز طیارات امریکا و بم و راکتش تمام نشده که بمباردمان ختم بکنه. یکی از دلایلش عدم حمایت بین‌المللی است. دیگه حمایت بین‌المللی نداره. و دیگه مثلا خود اسرائیل حمایت بین‌المللی خود از حمایت کشورهایی که قبلا ازش حمایت میکردن از داده. کشورهای مثل کانادا، مثل جرمنی، مثل اینا از حمایت اسرائیل در پرونده نسل کشی غزه حمایت خود قبلا گرفته بودن و دیروز ما شنیدم که انگلستان هم قرار است حمایت خود از این پرونده بگیره. این پرونده در جریان است در محکمه دادگستری بین‌المللی. این همش باعث میشه که یعنی یک نوع یک اتحاد جدید را، همونطور که شما گفتین من موافق هستم با صحبت شما، ما نیاز به یک نظم جدید داریم. و یک مکم اگر اشتباه نکرده باشم گفتم که یکی از دیگه از پیامدهایش چی است که جهان چند قطبی میسازه. همین لحظه گفتمان‌ها صورت گرفته، شروع آغاز شده، جهان میره به طرف چند قطبی شدن. که مسئله که فراموش نشده باشه، امریکایی‌ها یا مثلا ترامپ، آقای ترامپ بگیم اعلان کرد که تا 6 ماه دیگه 5000 عسکر خود سرباز خود از جرمنی بیرون میکنه. این به معنای ضعف ناتو است، به معنای تضعیف ناتو است. ناتو یعنی کشورهای اروپایی حالا متوجه میشن که باید خودشان برای خودشان کار بکنن. قبلا یک کسی بود که ازشان حمایت میکرد، ولی امروز میفهمن که این حمایت دائمی نیست و باید مخصوصا ترسی که از اتحادش وارد و یک پروبال روسیه پیدا کشیده، پروبال جدید با تضعیف ناتو. خیلی هم خرسند است از این مسئله، ولی اتحادیه اروپا و اروپایی از این مسئله در راست هستند. اینا هم کارایی میکنن، یک قطب دیگه ایجاد میشه اینجا. این جهان به طرف چند قطبی میره و باید هم بره، نظم نوین باید شکل بگیره. در غیر از او ما شاید یک جنگ شاید همونطور که شما اسم بردین وحشیانه و عظیم شده باشیم یا باشیم. خیلی ممنون سید. با معذرت بزرگوار یک پرانتزی کوچک همینجا باز بکنیم. جناب صاحب که یکی از دلایلی که ایرانی وضعیت خلق شد در جهان، همین وضعیت به وجود آمد، خب ما ایران نمیتونیم که جدا از این که مردم غزه در برابر اسرائیلیا یا برابر امریکایا بعد از جنگ غزه و همین جرم و جنایتی که به اوج خود رسید با حمله بالای ایران و مقاومت ایران در برابر اسرائیل و امریکا، اینی گپ چاختر فکر میکنم ساخت که جهان هم متوجه این مسئله شد که میشه در برابر ابرقدرت جهان مقاومت کرد، میشه که ابرقدرت جهان هم وادار به صلح و مذاکره و تمکین کرد. و من دلیل اصلی و اساسیش دمی میدانم که همین مقاومت هایی که ما پیشتر اونجا گفتیم، کار جنگ سیاسی یا جنگ ایدئولوژیک
هر جنگی را که ما میکنیم منافع اصل اساسی و اصلیش بیان میکنه و گفته در هیچ جنگ ما نیامدیم که گوییم ما فقط بحث جیب داریم بحث مذهبی داریم و وقتی که ما وارد یک درگیری میشیم بلزی که را گسترده بکنیم وسیع بکنیم لازمش همیست که احساسات تحریک شود باعث ناسیونالیستی تحریک شود تا در برابر زور و زوربایی ها ایستادگی شود. ما که اونجا گفتیم ما از یک گزینه بیش نداریم یا با قدرت تبدیل شویم که امروز ایرانی ها با این مشکل خود یعنی قدرت خود تثبیت کرد. درست است که بعضی عقب گردای داشته وضع اقتصادی درست نداره ولی یک چیزی را که اینا به دست آوردن امروز در جهان ثابت کردن همون نیروی بازدارندهش اگر از سلاح هسته‌ای نبود راکت ها و موشک هایشان بود و مقاومتشان بود و حضور مردم در صحنه بود. من تمام الگت من خلاصه به این میکنم که میشه در برابر هر زور مقاومت کرد. راهایش هم گفتیم یا توان بالمثل داشته باشه یا حضور مردم در صحنه باشه یا مردم یک دست حمایت بکنه از اون نظام از اون حکومت. ورنه در ونزوئلا و رهبرش بود دیدیم که کارهایی که پشت پرده بود آرامش به وجود آمد صدای به کسی نکشید ولی در ایران آمدن رهبرشان عملا زدن نیروهای زبدهشان زدن ولی ملت ایستاد شد. منظور اینه که در برابر هر ظلم و بی‌عدالتی مقاومت نتیجه خود داره. درست تلفات کار غیر انسانی است کشتن انسان ولی در موقعش نیاز است که ما مقاومت باید داشته باشیم. تشکر. تشکر از شما. ما فکر میکنم جوابا را از عاطف صاحب در قسمت دوم میگیریم و همچنان سوالای احمدی صاحب و سوال در قسمت دوم میگیرم. بیننده های گرامی رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. ما تلاش میکنیم بین وطندارا برنامه های مستند علمی و مباحث مستند و علمی را ترویج کنیم. بسیار تشکر میکنم از اشتراک کننده های امروز مهمانایی که جدید آمده بودن جناب آقای ابراهیمی و از آمادگی گرفتن جناب آقای مسیح عاطف معذرت. انشالله که شما بیننده هم با ما همراه شوین. بحث فعلا به اینجا رسید که اگر ایران مقاومت نمیکرد چی میکرد و یک نکته را هم خدمت عاطف صاحب متذکر میشم که اگر یادداشت کرده باشن موارد را که در جنگ نقض شده موارد قانونی سازمان ملل که بسیار به وفور دیده شده حتی افغانستان اینترنشنال ایران اینترنشنال که به وضوح از اسرائیل و امریکا پشتیبانی میکنه اونا هم گاهی مجبور میشه بگویه که اینی قوانین توسط آقای ترامپ که براستی آدم عادی نیسته. من قصد اهانت ندارم آدم عادی نیست افتخار میکنه که ما دزد دریایی هستیم از طرف یک رئیس جمهور. اینمی موارد هم اگه تذکر بده در قسمت دوم ممنون میشم. پس لطفاً بیننده های گرامی با ما باشین تا بتانیم برنامه های مثمر و مفید تقدیم حضور شما بکنیم. ادبستان یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.